سلام بچه‌ها، چطورید؟ خوش اومدید به دیگه با ابوالفضل ولیزاده. پسرمون بنده هستن. اومدیم با سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. حالا من صحبتشو قطع کردم. میخوایم امروز توی دیجی کالا یه سری کالا به هم دیگه نشون بدیم برای اینکه بگیم قیمتشو آره کالا هر چی، قیمت یا قیمت رو تشخیص بدیم. هر کی درست بگه به اون جایزه داده میشه. ما وجه نقد هستش. خیلی زیاد گفتی، یکم عدد بیاد پایین‌تر، ولی اشکال نداره. همون 100 تومن رو بهتون میدیم. توی دیسکریپشن حتما آیدیتون رو بنویسید، لایک کنید، سابسکرایب کنید و کامنت هم حتما بذارید. حالا کی اما از کجا بفهمیم کی نفر اول شده؟ ببینید کسایی که زودتر از ما حدس بزنن و کامنت بذارن تشخیص داده میشن و ما به اونا حالا قرعه کشی میکنیم. نفری 100,000 تومان به 3 نفر هدیه میکنیم و نفر اول 100، نفر دوم 50 و نفر سوم 25000 تومان که قابلتون هم نداره. ببین الان واردش میشین. من یه سری کالا بهت نشون میدم. چی دوست داری؟ چی دوست داری برم اول بهت نشون بدم؟ تو بعد دیگه من چرا میپرسی؟ خب من الان چی دوست داری که بهت الان برام نشون بدم؟ موبایل برم؟ موبایل ساعت هوشمند برم. اصلا تو حالا ساعت هوشمند تو عمرت دیدی که اینه آقا این دستشه اینه. این مال منه اولا. خب چه هر چی که هر چی. خب ساعت هوشمند. به نظر تو چند تا از 3 تا میتونی حدس بزنی؟ به نظر خودت. بچه‌ها تو کامنت رو حتما بنویسید. نمیدونم شاید شانس داشته باشیم، شانسی داریم. ببین شان یه ساعته به نظر تو. ببین من یه ساعت الان انتخاب میکنم بچه‌ها و این ساعته و خب دیگه خودش 3 بار شانس داره. ببینم چه چیزی رو میتونه به ما بگه. خب شان به نظر تو قیمتش در حدود چنده و مارک اون ساعت چیه؟ مارکش خیلی سخته. حالا تو 3 تا هست داری. دوربر چقدر مثلا میخوام دوربر دیگه حالا من من میگم 1,400,000. 1,400,000. اولین حدسم 1,400,000. خب مارکش نمیگم مارکش نمیگم. خب یه مارک بگو دیگه، الان خیلی داریم. نمیدونم واقعا مستثنا. خب 1,400,000 اشتباه. شانس دوم پایین‌تر یا بالاتر؟ بالاتر. ایزن برو بالاتر. خیلی برو بالاتر. خیلی برو. 6,800. 6,800 نه. خیلی بالاتر واسه. من یه شانسی بهش میدم. ساعتو بهش نشون میدم. ساعتو تا حالا رفتی تو دیجیکالا ساعت رو ببینی؟ ساعت رو دیدم ولی خب دیگه قیمتاشون یادت هست؟ ببین ندیده قبل ویدیو هیچی ندیده. ما هیچ قبل از اینکه بگیم حالا چی شده ندیدیم. این ساعت و دیگه ببین قیمت اینا هیچی مشخص نیست. قبل این ویدیو هم هیچی مشخص نشده. به نظر تو قیمتش چند این ساعت؟ باشه من دوربر 15 تومن باشه. بازم اشتباه. قیمتش 10,400,000 تومان بود. بگم اول 10 تومن. مارکش هم سامسونگ بود. حالا تو برو. من میخوام بری وارد نه ما خودم انتخاب کنم. خودت میخوای انتخاب کنی؟ خودت بخور. ببین ما از قبل اصلا هیچی مشخص نشده تا شان انتخاب میکنه. بچه‌ها کانال رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت حتما بذارید. و اینکه اگر دنبال ویدیوهای جدید هستید حتما تو کامنت ها بهمون بگید در چه حوزه‌ای چه ایده‌ای دارید واسه انتخاب ویدیو بعدی که ما حتما بهتون بگیم. بچه‌ها این جنجالی و گارد آوردن. اینه چی هست؟ درسته. چی هست؟ کاندوم بچه حتما بخش سانسور میکنم دیگه. نه واقعا نمونه. خب ببین من میگم قیمت رو نمیدونم واقعا. قیمتشو بگم. حالا بگم چه مارکیه. عکسش من باشه عکسش هم اینه. الان واقعا من قیمت بگم واقعا؟ حالا دیگه بگی دیگه من نمیدونم. من نمیدونم استفاده بعد شاید ازم تخفیف کنه. بچه‌ها میگم بچه‌ها من برید من آیدیش میذارم. بچه‌ها من نمیدونم تا من استفاده نکردم. حالا اصلا ندیدم این چیزا رو. دیوونه رفته این کارا رو کرده. نمیدونم قیمتشون شاید 100 تومن باشه. خب اشتباه بود. پایین‌تره. آقا ارزش دیگه 80 تومن. دوره برای این چیزا خیلی نزدیک گفتی ولی اینا نیست. خیلی نزدیک گفتی 80 تومن. خب من استفاده نکردم. خیلی نزدیک گفتی. 75 تومن. باشه اشتباه بود. 83 تومن. ببینم 83 تومن بودن. این الان بچه‌ها سانسور میشه حتما این و 83 تومن. ولی که واقعا باید یه چک بزنم. ولی نزدیک بود بچه‌ها. ببینم شما چند تا الان درست کنید. خیلی آسونه. حالا منم میخوام یه چیز رندوم خودم انتخاب کنم. خب بیداشو دوربین بچه‌ها دارن میبینن. خب میخوام برم بخش موبایل که قبل رفتی چیزایی دیدم ولی حالا یادم نمیاد. حالا قدیم بوده. حالا بچه‌ها اینه موبایل من مارکش بهت میگم. سامسونگ. یه بار نشون بدینم. به کی؟
و به خودت نشون میدم دیگه. به نظر تو S23 S23 نه بچه‌ها لو میخوری تو دیگه، چون خیلی میگن موبایل رو میدونیم، این میدونه. نه من میرم یه چیزی دیگه نمیشه واقعا، چون اینقدر تو اینستاگرام و یوتیوب چیزا هست مشخصه میدونه. اصلا من میرم لباس جانبی خود موبایل میرم و اینکه اصلا برم تو بخش هارد، میرم هاردا رو بهت نشون بدم. هارد که میدونی چیه. حالا بچه‌های دیگه حالا یکم شوخی داریم. حالا ما بعد دوربین هم دیگه هم میزنیم، اینا کار نداریم. ببین یه هاردی رو میخوام همینطور رندوم اصلا نمیدونم چیه نشون میدم، اینه و اینم حالا یه هارده. حالا به نظر یه هارده. هارده به نظر تو قیمت این حدوداً چقدره؟ ببین اگه نزدیک گفتی هم درست میگی. 3 تا شانس داری بالای 1 میلیون. بالای 1 میلیون 200. خیر بالای 2 حدس بزنید بچه‌ها. بالای 2 خیر آره بالای دیگه نمیدونم بگو دیگه. 5. خیر اشتباه. نزدیک هم نبود. نه 3700 اشتباه گفت. 7500 بود اینم قیمتش. آره فکر کنم این هارد خوبی باشه. 4 ترایبایت دیگه. میخواد چیکار کنی؟ تازه 900 هم بود تخفیف خورد. فیزیکالا بگردید هست. حالا خیلی زیاده. بله بنده اصلا خب میشه من داره فیلم میگیریم. من نمیدونم. بله موبایل ایشون هستش متاسفانه. یه بار چیزی بهمون داد نشون داد. حالا میخوایم بچه‌ای که کنکور دارن، بچه‌ای که امتحانایی دارن، واقعا من خودم امتحانایی دارم، مثلا کنکور دارم، یکم همدیگه رو پیدا بکنیم ببینم اصلا چندیم درسمون تا کجا خونده. ببین بچه‌ها کنکور رو من خودم مثلا کنکور دارم 12 اصلا تجربی نمیدونم واقعا تا حالا کنکور به این صورت ندادم. مثلا حالا آزمونای دیگه دادم مثلا قلمچینه حالا میریم، ولی نمیدونم مثلا اگه یه نکته‌ای کسی که از پارسال یا حالا قبول شده اینا اگه ویدیو رو میبینه حتما تو کامنت ها برامون واسه بچه‌های دیگه لااقل بدونیم چطور این کار رو انجام بدیم. خب چی شد؟ مونده واسه. خب تا این حالا انتخاب کنه اینا من صحبت کنم برای کانال. بچه‌ها این کانال تازه افتتاح شده، یعنی این اولین ویدیو این کاناله. توی شرایطی هم داریم میگیریم که خب VPN این ویدیو رو آپلود میکنیم، بله VPN ادیتش هم با خود موبایل انجام میدیم. زیاد امکانات نداریم حقیقتا، یعنی هنوز فقط یه سپایه گرفتیم 150 تومن پیدا کردم. بله حالا ببینم چی میشه. بچه‌ها که زودتر انتخاب کنید که اولین نفری باشید که برنده بشید. حتما اینه چی هست؟ فرمون اسباب‌بازیه. موزیکال. ببینم اینه. ببینم میخوام نشون بدم. ببین بچه چی هست واقعا این چی هست اصلا؟ مانیتور داره بچه‌ها، مانیتور نه نمیفهم این هفته اصلا چی داره نشون میده. خب ببینم قیمتش بالای 1 تومنه؟ نه پایین، خیلی پایین. 700 اشتباه بود پایین. نزدیک بود نه اصلا نزدیک نبود. 600 نه اصلا 150,000 والا اشتباه گفتی. 670 تومن بدون تخفیف. ببین بچه‌ها هر کی زودتر بگه جایزه داره. خب اینم یه حالا کارو مسخره بازی انتخاب میکنه انگار چیه کول شد. ببین دیگه این بار حتی نشونت نمیدم، میبرم توی چالش. این بار حتی بهت نشون نمیدم. سخت شد. سخت چی شده؟ یه چیز دیگه هم میارم مثلا. فقط به دوربین نشون میدم. فقط به دوربین میخوام نشون بدم. میشه ولی باشه نشون بدی؟ نه نمیشه. این بچه این موبایلش تو سر پشت شیشه این مشخصه میبینه چی شد. ولی قیمت بچه‌ها ندید. قیمتو دیدی؟ نه خیلی واضح نیست، یکم جوریه. این کیف است بچه‌ها. قیمتو که ندیدی؟ نه خب بگو. به دوباره 1500. خیر پایین یکه؟ نمیگم چون تو دیدی. نه خودم. دیگه بهت نشون دادم که. پایین یکه؟ نه نمیدونم عدد بگو. نه اشتباه گفتم. 500. درست گفت. 595 تومن نزدیک بود دیگه بگم چی بگم. ولی مشکیش مثلا در عدم 1-0. حال کردی یا پا گادپوره کفتر هستم. منطقه محروم. بعد نوبت من الان بده دستتون. ببین بچه‌ها خواهشی که ازتون دارم حتما این کانال رو لایک کنید، سابسکرایب کنید، زنگوله رو حتما روی آل بذارید که همه ویدیوهایی که هر چی ما آپلود میکنیم خیلی زود به دستتون برسه. و حتما بگید که ویدیو بعدی در رابطه با چه چیزی باشه. حتما بگید که بتونیم خیلی زودتر ویدیو رو آپلود بکنیم. اینه ماکا روبیک مدل 2x2 یه چی 2020
درستش کردم. آقا این بگم داستانو بگم روبیک بگم بچه اینه. به بچه‌ها داستانو بگم. ببین منم دارم میبینم ببینم بگم به بچه‌ها. آقا قیمتش باید بگیری. ببین این دیروز رفته 2 تا روبیک گرفته دونه‌ای 108 تومن 110,000 تومان 110 تومان دیروز رفته 2 تا روبیک گرفته. گفتم تا یکیشون رو نری پس بدی بد نمیدم. 2 تا گرفته 2 تا رو هنوز پس نداده. حال کردی اصلا. ببینم خب من بگم الان بگو چقدر. 80 نه 100 نه سیکو خیلی از این باید قبول میکنیم 108 تومنه. لایک و سابسکرایب حتما یادتون نره. یک خب 108 تومن. به چی میخندی؟ بگو ما هم بخندیم. به این دارم میخنده کارت من اندازه تو سمت خرید آی تو سره. خب من پام در میام. حالا این آخرین فرصت. یکی من دارم یکی این دیگه بازی تموم میشه. ببینم کی برنده میشه. من میرم تو یه چیزی دیگه. این بار میخوام هم واسه بچه‌ها سخت باشه اونایی که میگن هم واسه ایشون. دیگه به دوربین هم نشون نمیدم. تو هم باید حدس بزنی این کالا چیه و هم اینکه قیمتش چیه. خیلی سخت شد ولی میرم چی میشه. ببین باید هر دو تا رو تشخیص بدی. بابا بچه‌ها نشون نمیدم. نمیشه شیشه هست نشون نمیدم. خب آخر سر بچه‌ها نشون میدیم. من فقط یه اشاره میکنم که همه اینو باید بپوشن و برن بیرون. کته. خیر. خب این یک اشتباه. هودیه. خیر. 2 اشتباه. شورته. خیر منفی. خیر. خب تموم. شانسای این که بگید چی بود تموم. حالا قیمت به نظر تو چقدره؟ خب این باید خیلی سخت آقا. یا 3 تا قیمت بگو دیگه. آقا زیر 1 تومنه. دیگه اینو من بگم. خیر. زیر 1 تومن بچه‌ها این بگید میتونید راحت. نزدیک شدی خیلی راحته. 450. خیلی نزدیک بود 440 تومن بود. خب اصلا آقا بچه یعنی چی؟ 440 تومن 10 تومن اشتباه گفت یه بار یه پوینت نمیشه. باشه قبول می‌کنی واسه 2 من 108 تومن بودش قبول کردم. خودت باش 1 2 1 چیکار می‌کنم حالا ببینید من چیکار می‌کنم. حالا اینه یعنی تو جمع کن چیه؟ پام درد می‌کنه. تو جمع کن بچه‌ها دارم می‌بینم. بچه‌ها اونایی که امتحان نهایی کنکور دارن حتما تو کامنت‌ها بهمون بگن بگو دیگه. واسه پی اس میخواد بره. پی اس بچه زود بگی ببینم قیمت چنده. خیلی زود بگی. خب اینجا یه کنسول PS5 داریم. بله اسمش هم نیست معمولیه. بندگی ظرفیت 828 گیگابایت. راستی بچه‌ها فیلم قبلی رو که در رابطه با بازی ایکس باکس بود حتما ببینید. حالا یه خورده ویدیویی که کیفیتش پایین بود ولی اگر دنبال بازی جدید هستید حتما برید ببینیدشون. اگر میخواید فیلم بعدی در رابطه با بازی و ایکس باکس و یا هر بازی جدیدی باشه حتما بگید. ایکس باکس سری اس نسل 9 گرفتیم حتما برید ببینید و بهمون بگید چه بازی رو بذاریم که بتونیم پخشش کنیم. 2 نفری هم بازی میکنیم یه دسته هست ولی خب به زودی هم 2 تا دسته میگیریم. آره میگیریم. خب نشون چقدر بگم؟ به قیمت بگو. 25 اشتباه بود. نزدیک آن تا نشد. 35 خیلی رفت بالا. آخر کمک میکنم. بین 25 و 30. نه بین 25 و 35. 32 نه 30 نه. یه کاری دیگه هم میکنیم. 30 نه. تو 20 تو 28 نه واسه یه بازم نزدیک بود ولی اونقدر خیلی کم. 27 خیلی بس نه بین ببین اگه از من خیلی نزدیک گرفتم 10,000 نه 10,000 اینجا 10 برابر میشه 10 بین 20 خیلی کم. بین 27 تا 30 بیشتر بالا بگی. بیشتر تو بالا 20 دیگه ولی خوب 27 تا 30 بالا میشه 29 نی خوب نمیگی 20 دیگه 30 نه داشت 29 700 درست بود 59 من کم بود درست. حالا ببین بچه‌ها ببین بله بچه اینا که بیزنس اصلا خرید. خب بچه اگه
ما دیگه ویدیو رو تموم کنیم. بچه‌ها حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید، کانال رو دنبال کنید، کامنت کنید و به کسانی که توی این چالش شرکت کردن نفری یادتون آیدی اینستاتون بذارید. حتما بذارید. تلگرام، آیدی، حالا هر چی مهم نیست. مهم اینه که ما پیدا کنید و پول بهتون پرداخت کنیم. نفر اول 100، نفر دوم 50 و نفر سوم 25.